سلام، من نیلوفرم. چی شد؟ سلام، من نیلوفرم. به کانال من خوش اومدید. من برگشتم بعد از یه غیبت خیلی طولانی، ولی امیدوارم که بتونم دوباره ویدیوها رو مرتب و منظم بذارم. خب بدون اتلاف وقت بریم سراغ موضوعی که من در نظر دارم توی چند تا ویدیو شروع بکنم راجبش توضیح دادن و با هم دیگه ببریمش جلو. اونم اینه که یه دونه کالکشنی رو بیایم از 0 تا 100 رو با هم بریم جلو، ببینیم که اصلا چطوری این پروسه طی میشه. حالا توی این پروسه یکی از سوالایی که خیلی شماها بیشتر از من پرسیده بودین این که چجوری لیاوت رو بچینین. حالا همه اینا رو ما یاد گرفتیم که چجوری درست بکنیم، حالا کنار هم چجوری بچینیم و اینا، همه اینا رو توی این پروسه یاد میگیریم. اول خواستم این ویدیو جدا درست کنم، ولی به نظرم اومد اینطوری خیلی بهتره و خب چند تا چیز اضافه تر هم میشه توش بگنجونم و شاید بیشتر به دردتون بخوره. هر کسی روش خودشو داره واسه طراحی یه کالکشن و خب این روشیه که من دارم و واسه من جواب میده. امیدوارم که واسه شما هم بتونه مفید باشه. حالا احتمالا شما اگر خودتون طراحی دارین میکنین روش‌های دیگه‌ای رو دارین و شاید بتونین نکته‌های مختلفی رو این تو یاد بگیرین و استفاده بکنین و به روش خودتون رو انجامش بدین. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم ازتون میخوام که اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین و بریم. ما الان میخوایم یه کالکشنی طراحی بکنیم واسه یه برند لباس ورزشی که فقط لباس اسکی، یعنی بیشتر لباس اسکی تولید میکنه، به اسم گلدبرگ، یعنی برندی که توی هلنده. یه سری بهمون آیتم دادن و گفتن که مثلا یه اوورال میخوان، جکت میخوان، شلوار، بادی و 2 ست لباس ورزشی. حالا من میخوام شروع بکنم برای اینا طراحی بکنم. بیس رو روی میذاریم که هیچ وقت با اینا کار نکردیم و خیلی هم اطلاعاتی نداریم. من اول از همه میرم توی وبسایتشون، میرم توی اینستاگرامشون، نگاه میکنم ببینم که تا الان چی کارا کردن، وایبی که بهم میده چیه، اصلا چه کارایی این تو میشه انجام داد، چه کارایی نمیشه انجام داد و یه ریزه حالت کلی کالکشن ها دستم بیاد. یه سوال دیگه که قبل از اینکه هر کالکشنی رو شروع بکنیم بهتره که بپرسین، اونم اینه که بدونین اولا بودجه‌ای که دارن چقدره، به ازای هر لباس چقدر تولید میکنن. اینا همه کمک میکنه که بدونین قیمت تموم شده هر کالاتون چقدر در میاد و میاد بهتون کمک میکنه که بدونین تا چقدر میتونین توی دیتیل برین، چقدر میتونین دیتیل اضافه کنی، برش اضافه کنی، چقدر دستت میتونه باز باشه. بعد از اینکه سایت خودشون رو میبینیم، بعدش بهتر که بریم ببینیم حالا رقیبای اینا کی میتونن باشن، بریم ببینیم کجا اسمی از این برند اومده. مثلا توی ووگ راجب اینا نوشتن، خب دیگه راجب کی نوشتن؟ راجب مثلا مانکلر نوشتن. بری اونا رو هم یه ریزه نگاه بکنی، یه ریزه بررسی بکنی و خب چون که این الان ردی تو ور نیست و لباس اسکیه، ممکنه که آدم اطلاعاتی نداشته باشه از ترندا یا اصلا حتی اینکه باید این لباس چطوری باشه. اگر نمیدونی این رو، بهتر قبل از این اصلا کلا بری این کاتگوری رو بررسی بکنی، ببینی که چه چیزایی باید داشته باشه این لباس، نه که خوبه بذاریم. اینا که تموم میشه، حالا واسه من این مدلیه که میشینم فکر میکنم وقتی دارم عکساشون رو میبینم، کمپینا رو میبینم، اینستاگرامشون رو میبینم، فکر میکنم که مثلا الان کالکشنی که من میخوام بذارم دوست دارم چه کانسپتی داشته باشه در حالت کلی. همونجایی که نمیخوام ویدیو هم خیلی طولانی بشه، واسه همین سعی میکنم یه ریزم سریعتر بگم. من واسه این کالکشن چیزی که داشتم فکر میکردم، یعنی کانسپتی که دوست داشتم داشته باشه، اول با هاگ شروع شد. یعنی داشتم فکر میکردم یه جوری باشه که انگار لباس بغل میکنه آدمه رو. چرا؟ چون که وقتی مثلا ویدیوهای اسکی آدم نگاه میکنه، وقتی خود اسکی رو نگاه میکنه، انگار که کوه بغل کرده اون آدم، انگار کوه داره میگیره. مثلا وقتی اینجوری به قول ریچل شوپ 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 که میرن، اینجوری برفا که میزنه، واسه من یه همچین حس و حالی رو داشت. پس من میخواستم این باشه.
واسه همین اومدم چیکار کردم؟ اول از همه رفتم توی پینترست، شروع کردم دونه دونه عکسایی که به نظرم میومد خیلی میخوره به این کانسپتی که من تو ذهنمه و به کل اون فضایی که دوست دارم کالکشن داشته باشه، عکس‌ها رو سیو کردم، نگاه کردم، عکسایی که شبیهش بود و دوباره رفتم پایینش نگاه کردم و واسه خودم یه دونه فولدری جمع کردم پر از عکس. حالا این عکس‌ها میخواد عکس غذا باشه، عکس اسکی باشه، عکس لباس اسکی باشه. یه سری حتی من رفتم توی میدجرنی یه سری پرامپت نوشتم و یه سری AI generated photos هم بهش اضافه کردم. یعنی خودم بهش گفتم مثلا یه همچین حال و هوایی، یه همچین عکسی میخوام. حالا میدجرنی اومد واسه من این عکس رو تولید کرد و سعی کردم که از اون هم استفاده بکنم و ببینم که چی مثلا میتونم از توش بکشم بیرون واسه طراحی. این مرحله هم که تموم شد، من اومدم لیاوت کل این کالکشنی که میخوام بهشون ارائه بدم و کشیدم. این که اصلا صفحه اول پی دی اف هم چی باشه، صفحه آخرم چی باشه. حالا اینو من اینجا دارم، اینجوری شاید بشه. مثلا گفتم اولش با کاور شروع میکنیم، یه عکس آدم میذاره، بعدش مود بوردمه، بعد پرینت بوردمه، چون که میخواستم که یه دونه پرینت هم، یعنی یه طراحی پارچه، یعنی پرینت رو پارچه ساده هم بهشون ارائه بدم. بعد دیزاین دیولپمنت، لاین اپ همه، بعد جکت 1 2 و حالا همه اینها و در آخرم که با تشکر از تماس شما و خدا نگهدار. اومدم این نوشتم که حدودی دستم بیاد چی میخوام، به چه اندازه اسکچ میخوام، فلت پترن میخوام، چقدر 3D میخوام، مود بوردم، میدونی همه اینا رو سعی کردم که واسه خودم یه چیز کلی، یه لیاوت کلی در بیارم. بعد از این اومدم همه عکسایی که واسه مود بوردم جمع کرده بودم و همه رو ریختم توی یه صفحه گنده فتوشاپ و شروع کردم نگاهشون کردم. بعد شروع کردم دستی یه سری چیز کشیدم. مثلا من اون موقع دیدم یه چیزی که شاید این مفهوم همین بغل کردن و یا مثلا اینترتواین، در هم تنیدگی، اینو مثلا میتونه بده. یکیش اصلا بافت موه مثلا، میدونی، یا مثلا گره، یه سری گره ها رو مثلا حس کردم که میتونه دیتیل های باحالی بده. مثلا سر زیپ که میزنی، مثلا سر زیپ میتونه که این یعنی گره باحالی داشته باشه. اومدم شروع کردم واسه خودم اینجوری کشیدن که حالا بعداً اینا رو هم تو مود بوردم استفاده کنم، هم بهم ایده بده واسه اون لباسی که میخوام طراحی کنم. یه چیزی به این صورت درآوردم. اینم باز یه سری یعنی تنابیه که انگار هی جاهای مختلفشو گره زدن و خب اگه نمیتونی بکشی هم باز اوکیه و اگر عکسشو میخوای میتونی یعنی تناب برداری، بند کفش برداری، گره بزنی، بندازی، عکس بگیری، تمام ازش اینجوری استفاده بکنی. بعدش مثلا به چیزی که رسیدم داشتم فکر میکردم اگر من یه ژاکتی داشته باشم، یه کاپشنی داشته باشم که مثلا حالا کاپشن اسکی و اینا، بعد داشتم فکر میکردم مثلا این عکسای اسکیو که نگاه میکنی روی کوه اینجوری خط افتاده، مثلا روی پافره دوختاش این شکلی باشه. مثلا اینو هم در آوردم و اینجا دیگه اینو میبندم و تموم میشه. میرم حالا سراغ درست کردن مود بوردم. یه چیز دیگه ای رو هم که الان دیدم توی دفترم که کشیده بودم و حالا بعداً هم استفادهش میکنم، دوباره یه چیز این شکلی بود که بازم یعنی میخواستم بگم لباسه اینجوری بغل کرده آدم رو و حالا یه جوری سعی کردم که نشونش بدم که اون مفهومو برسونه. بعد پروپورشنا رو نشون میده، اینکه چه حجمی، کجا، چه جوری. میخوام الان اون عکسایی که گفتم جمع کردم و بهتون نشون بدم. بریم تو اینجا و من این شکلی کنم یه دور شما همه عکس‌ها رو ببینید. اینجوری شاید بهتره. مثلا من اینو دوست داشتم، این مثلا این رنگا به هم اون حسه رو میداد، اون حسی که انگار اینا در هم تنیده شدن و هم چیزی. من از این مدل های رترو خیلی خوشم میاد و اینم اینجوری لاین بود، جالب بود به نظرم. این خیلی باز شبیه همون راههاییه که اسکی میره.
این که خب اصلا میتونه عکس بیسمون باشه. من اینا رو دوست داشتم، یعنی به نظرم چیزای جالبی بود. این خطا همینطور، اصلا این ترکیب رنگ به نظرم خیلی به این برند می اومد، چون که میگم برند لوکسیه و خب بنفش خیلی رنگ لوکسیه، اگر درست استفاده بشه و اینها میتونه اون حال لوکس رو به مخاطب بده. این اون عکساییه که میگم AI generated بودن که میخواستم مثل نقاشی باشه، یه خانم شرقی باشه و این ترکیب رنگ و با اون بک‌گراونده میخواستم ببینم چه جوری میشه. اینم یه شبیه خودم شد، فقط چشاش خیلی گنده تر. خلاصه هر عکسی که میدیدم، حتی این، همه اینا رو سعی کردم که مثلا این همون بافته که میگم، حالا این با تنابه ولی همونه، این اسکنه همونیه که بهتون نشون دادم که خودم دستی کشیدم. اینا هم یه سری شبیه این رنگ روغنیه، واسه این که توی مود بورد من میخوام کالر پلت هم بذارم و داشتم فکر می‌کردم شاید این شکلی بذارمشون بجن که همینطوری مربع رنگی بذارم. اینم باز به نظر من خطاش جالب بود. این ترند رنگیه که WGSN واسه پارسال داده بود اگه اشتباه نکنم. آره دیگه، من این کالکشن رو 1 سال پیش زدم و این واسه اون موقع است. این ترکیبای اینجور شیپا توی هم دیگه به نظر من خیلی چیز جالبیه. اینم باز همون اون رنگاست که یه تعدادی شاید توی اینا برداشتم. تابلو کلیمت، نقاشی شنیم و اینم یه چیز اینجوری آبرنگی که من فکر کردم به عنوان بک‌گراند خیلی جاها شاید بتونم استفادهش بکنم که لی‌اوتم که مثلا این PDF هم خوشگل‌تر بشه. تمام. خب من همه عکس‌ها رو اومدم توی فتوشاپ الان باز کردم و هر کدومو که می‌خواستم دورشونو مثل اینا مثلا بریدم، مرتبشون کردم، یا مثلا از توی این اومدم این خطا رو فقط در آوردم و اینجوری کردمشون، یا مثلا این تنابه رو رنگش رو یه جا عوض کردم. خلاصه هر چیزی که میخواستم و همه رو اومدم قرار دادم اینجا و دونه دونه سعی میکنم یه جوری روی همدیگه بچینمشون. مثلا این اولیه بود، بعدش من از این رسیدم به این. اینا رو میگم چون که من این پروژه‌ای بود که پارسال انجامش دادم، واسه همین خب دارم ایناشو و الان روش میخوام توضیح بدم بهتون. خب اومدم مثلا یه اسمی واسش گذاشتم Glacier Intertwine. گلیشر که همون یخچال طبیعی میشه، اینترتواین هم همون در هم تنیدگیه میشه. اینجوری هم یه ریزه اون اسکیه مشخصه، هم نه موهم کو جا گذاشتم پایین، اشکال نداره. هم این که اون در هم تنیدگیه که میخوام بعدن توی دیزاینا نشون بدم توی اسم هم. به نظرم اسم بامزه‌ایش. میام کالر بوردم و یعنی یا نه همون کالر پلتم و دونه دونه رنگاشو در میارم. اینا رو همه رو این شکلی گذاشتم اینجا و الان مثلا فرقی که این دوتا با هم دیگه دارن، مثلا من فکر کردم که شاید این اضافه است و بهتر باشه این خطه که خودم کشیده بودم و بهش اضافه بکنم. اومدم اینو گذاشتم اینجا، اونو فقط این ورشو نگه داشتم. یا مثلا واسه این دختره اومدم با براشم یه خط بنفشی از اینجا کشیدم که یه باز بیشتر اینا این کلاژم بیشتر به هم دیگه مچ بشه و حال هوا رو شاید بهتر اینجوری نشون بده. و خب راه درست کردن این کلاژا اینه که واسه من لااقل اینجوری همه عکس‌ها رو میریزی و شروع می‌کنی دونه دونه هی کنار هم میچینی، بعد هی لایه ها رو بالا پایین میکنم که چی بره زیر اون یکی باشه، چه جوری باشه که قشنگ‌تر بشه و خیلی انگار همطوری تپ تپ آدم چسبونده رو هم دیگه نشه. و انقدر با این عکس‌ها بازی میکنه آدم، انقدر آدم این ور اون ورش میکنه تا یه چیزی در بیاد که مثلا به دل آدم یه ریزه بشینه. با هیو سچوریشن آدم کار میکنه، رنگا رو یه ریزه متفاوت میکنه. و آخر سر مود بوردی که من در آوردم واسه این کار این بود که حالا توی ویدیو بعدی
میام میگم که چجوری من سعی کردم یه روز از این مود بردم استفاده کنم. یه چیز دیگه ای هم که هست اینه که لااقل واسه من این مدلیه، من مود بردم بیشتر مود برده، یعنی بیشتر فقط حال و هوا رو میده. شاید یه 4 تا خطی از توش در بیاد واسه دیزاینا، ولی اینجوری نیست که مثلا اگر من اینو گذاشتم منظورم اینه من یه دامنه اینجوری میخوام یا یه کت میخوام، یا اگر نمیدونم این 2 تا رنگو بغل هم گذاشتم باید دقیقاً این 2 تا رنگو اونجا هم داشته باشم. واسه من خیلی مود بردم اینجوری نیست و چیزی که من میدونم و من بلدم اینه که مود برد بیشتر حال و هوا رو باید بده. و خب تا الانم جواب داد و همیشه خیلی فیدبک های خوبی گرفتم. وقتی مثلا همین کالکشن رو دادم خب خیلی دوست داشتن، به نظرشون خیلی جالب بود، یه ذره آرتیستیک به نظرشون اومد، مثلا مود برده ولی خب همخونی به نظر داشت با اون کل کالکشنی که بعداً دادم بهشون. خب به نظر من واسه امروز تا اینجاش کافیه. من الان مود بورد رو کامل درست کردم، ایده کلی تو ذهنمه، حتی یه سری چیز واسه دیزاینم مثل اون خط روی پافره در آوردم. و پیشنهادی که من بهتون دارم اینه که اگر پروژه‌ای دم دستتون هست بیاین شروع کنیم با هم دیگه بریم جلو. اگرم نه یه برندی رو، هر برندی که دوست دارین انتخاب بکنین و واسه خودتون یه تسکی درست بکنین، بگین که من الان میخوام یه کالکشنی با این تعداد لباس واسه این برند واسه فصل مثلا بهار و تابستون 2024 درست بکنم و بیاین با هم دیگه بریم جلو. اگر دوست داشتین حتی میتونین واسم بفرستین، میتونین تو اینستاگرامتون بذارین، تگ بکنین، نمیدونم ایمیل بکنین واسم، هر جوری که دوست دارین با هم دیگه بتونیم هم فکری بکنیم و یه چیزی توش در بیاریم. ویدیو بعدی میریم بیشتر سراغ دیزاینا و اینکه حالا چطوری اینا رو کنار هم بذاریم و اون بخش رو من چطوری انجام میدم. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که به درد خورده باشه. حالا قسمت بعدی میریم ادامهش رو با هم دیگه انجام میدیم، ولی هر سوالی راجع به این قسمت دارین خیلی خوشحال میشم که تو کامنت ها بهم بگین. و اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنین و اگر دوستی دارین که فکر میکنین ویدیو به دردش میخوره بهش معرفی بکنین. مرسی، تا ویدیو بعدی.